بیمه ماشین من کار بود. چیه دادید؟ بیمه ببخشید عکس برداشت. هیچ مدارک همراهتون نه رفته واسه سند دادن تعویض بلاک. شما الان کجا تشریف دارید؟ من نشون رفتم منزل. الان اینجا کجاست؟ اینجا خونه دوستم رو. منزل دوستت؟ بله. پیست که نیست؟ نه بابا 240 کیلومتر رانندگی بکنید. میدونم درست. اعصابم خورد بود. اعصابتون خورد بود؟ 240 کیلومتر رانندگی میکردی؟ ببخشید. مدارک چی همراهتون نیست؟ نه هیچ هم نیست. با نامزدم دعوام شده بود. بله. با نامزدم دعوام شده بود. داشتم میرفتم. چه دلیلی میشه که شما 240 کیلومتر توی بزرگراه نیایش رانندگی بکنید؟ اعصابم خورد بود. چون قصد جون مردم کردی یا قصد جان خودتون؟ نه یه خود چیزی فکری داشتم. اعصابم خورد بود. اعصابتون خود اولین پارکینگ متوقف میشید، رانندگی نمی کنید، نه اینکه 240 کیلومتر رانندگی میکنید. جان سلام، صبح شما بخیر. 240 کیلومتر رانندگی کردم. تشریف بیارید قربان، جاستان یه تست. خب جان سلام، مثبت مشخصه، مثبت. آدم سالم که نمیاد 3:30 صبح. لطفاً جواب موبایلم ندید. موبایلتون رو لطفاً بدید به من. جانسان لطفاً دست کنید. به خدا من کاری نکردم. چی کار می‌خواستیم بکنیم آقای راننده؟ من معذرت میخوام. من اعصابم خورد بود. با همزدم دعوام شده بود. بله. الان چه ربطی داره به این حرکات شما؟ بله؟ جواب عوض میخوام. اصلا نزنید. اصلا نزنید. ببخشید. بچه‌ای کردم. همکارم حس گرفتن از شما. جوابش مثبته. من بله. چیزی مصرف نکردم. چرا؟ پس برای چی مثبته؟ من هیچ چیزی مصرف نکردم. استفاده از قرصه روانگردان. نه قربان من بله. جناب ایشون هیچ مدارکی هم همراهشون نیست. یک تلفنش هم تحویل شما بشه. ولی چی باید این کارو بکنید آقای راننده؟ به خودتون اجازه بدید از قرص روانگردان استفاده بکنید. 240 کیلومتر 3:30 صبح توی نیایش رانندگی بکنید. من معذرت میخوام. اگه مردم چه گناهی کردن شما به عنوان یه جناب دیگه اسمشو متخلف هم نمیشه گذاشت. شما اسمشو باید مجرم به عنوان جرم، کسی که میاد خیابونا قصد جون مردم میکنه. خدا من دیر کرده بودم، میخواستم سریعتر برسم خونه که 240 کیلومتر سرعت. جناب سلام منظورم رو پای خودش بند نمیشه. بعد این میشینه پشت خودرو 240 کیلومتر قصد جون مردم میکنه. اصلا خورد بوده. مردم چه گناهی کردن؟ ببخشید. شما درست تحویل کلانتری یه واحد انتظامی تشبیهان تحویل بگیرن. تو خودت جرمشون دو بخش داره، یه بخششون مربوط به انتظامی هست، یه بخششون مربوط به ماست. پلیس تقاضا میکنه نسبت به یه لطف بکنین ضبط گواهی نامه شما، یه لطف بکنین محرومیت از رانندگی شما، ابطال گواهی نامه شما. جنسان یه درخواست یک سال محرومیت از رانندگی، ابطال گواهی نامه شما، 1 سال از محرومیت از رانندگی محروم میشن ایشون. پس 1 سال از طریق آموزشگاه اقدام بکنن برن گواهی نامه بگیرن. این خودرو مربوط کیه؟ مال خودم ماشین. خب جنسان در اختیار شما برابر مقررات جهت سیف مراحل قانونی. یه لطف بکنین. بله لطف بکنین. مجازات من امشب مادرم منتظرمه. بعد مشکل خانوادگی داشتم. به خدا می‌خواستم فقط
مشخصه کسی که این کار رو میکنه باید مشکل داشته باشه. درست میفهمید. مشکلتون رو ما قبول میکنیم ازش.